27 خرداد ماه 20 بهمنی. پس با چه احساس امنیتی این خونه زندگی میکنید؟ شاید بعضیا نمیدونن اشتباه کردن، خلاصه ببخشید. خود شما چطورید؟ بفهمید که در این مسابقات چه مقامی هم کسب کردید. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه‌ای که حتی 20 سال پیش هم اتفاق افتاده بود، بعضی از مسئولین ما رو بیدار نکرده. نه نکردن دیگه. اگه میکردن که تو یک کاری میکردن اینطور نمیشد که. چه درخواستی به عنوان شهروند شهر آبلی از شهردار دارید؟ از شهردار آبلی درخواست این دارم که کار خوب داشته باشه، خوب بکنه، ایمان داشته باشه، فرق نداره بین ارباب و فقیر و فلان و همه. نمیدونم شما حساب با چهارباغ چقدر مصرف داره. این آب هم چیز غذا میداره، غذا نمیپزه، نمیدونم علتش چیه. ما 120 تومن حقوق میگیریم. آبش دیرپزه. آره دیرپزه. 120 تومن حقوق میگیریم. با این 120 تومن تا که بریم آب مدنی بخریم بخوریم. آجی شما بیاییم، شما مصاحبه گرفتیم پیدا بریم. آجا خودتون معرفی فرمایید، بفهمید شغل شما چیه؟ دم داره. فامیلتون رو بگید. رهبر. تو انتخابات شرکت میکنید؟ تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنید؟ آره میکردم. از رئیس جمهور چه تقاضایی دارید؟ چه کار برای شما بکنه؟ حل که مردم که من میکردم. متشکرم آجا، مرسی. آه تو دیگه چیز نکن خب. بعد و انزجار ما من نفرتم. و نفرت ما از اسرائیلی‌ها. بذار دوباره من میپرسم، میگم حضور من و شما این سوال دوباره میپرسم ازت، انزجارم نمیگم، نفرت ما بگو. نفرت ما ازت میپرسم، میگم وظیفه ما چی شده است؟ حضور من و شما در راهپیمایی روز قدس نشانه چیه؟ بگید این حضور من نشانه وحدت، همبستگی مسلمانان و همچنین نفرت ما نسبت به اسرائیل اشغالگر و استکبار جهان. خب بریم یکم بیاد جلوتر. خب دیگه نخند. حضور من و شما در راهپیمایی روز قدس نشانه چیه؟ نشانه نفرت و انزجار و از همبستگی و بعد با هم بودن. من رفتم سر کوچه خودمون دیدم در حیاتمون کمی بازه، خانومم پشت در تو حیات نشسته و مهمونایم که اومدن همه خوابند، اشاره کرد به من بیا. 9,600,000 تومان برای محبت سازه از من گرفتن. چه کسی گرفت؟ همه علیزاده که اینجا را داده بود به ما، فرمودین که نگین اسمشونو. در شما در نکنید. ها کنیم فرمودین چی هستی گرفت؟ شوراها درخواستمون اینه وجدان داشته باشن، فقط وجدان داشته باشن، به مردم رسیدگی کنن. مردم چی رأی میارن میدن، اینا نمیتونن قاوم بترونن. با رأی مردم اومدن اینجا به مردم کمک کنن، به مردم خدمت کنن. اینا حتی نمیتونن یک قاب بترونن، اومدن شدن شورا به رأی مردم، با رأی مردم. خودتون معرفی کنید. من حاضر عبدالله ستوری، پسر منم مکه به دنیا اومده، قبرستان بگه حد تمتع 9 بارم کربلا رفتم، نوکر امام حسین هستم. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. شما میدونید که جمعه آخر ماه مبارک رمضان چه روزیه؟ بله، روز عید فطره. من ببخشید. امیدواریم اون روز رو شاهد باشیم که فرزند شما توی همین کوچه بغل در حال فوتبال بازی کردن باشه، شاد، با تحرک و دیگه همچین اتفاقی رو برای هیچ کس توی این شهر و کل استان تهران نمی‌بینیم. شبم یه دفعه می‌بینی آب قطع شد و میگن یا به باغا میدن یا به کجا، من نمیدونم، قطع میشه. و حالا ما فوری باید بدویم قابلمه آب گرم کنیم بریزیم سر بابای بچه‌ها که چیز نشه. وضعیت آب مناسبی ندارید، یعنی آب آشامیدنی تو لوله‌ها خوب نیست، ولی الان همون پولو باید اضافه هم نگیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، مال مردم رو نخوریم، حجابمون رو رعایت کنیم، جایی که نباید نشون نامحرم بدیم ندیم دیگه. حجاب کامل فقط. خودیاری اصلا نباید میدادن. این یه نفر هول شد رفت داد، بقیه ندارن که بدن. حالا باید چیکار کنن؟
شما اینو با ما بگید. باقی هول نشن نده. بله. شوهرتون کجاست؟ در قید حیات هستن؟ من طلاق داد خال پسر. شوهر کجا بود؟ قبل بابا شوهر بدون بله نسبت. از زمانی هم که این مترو رو زدن، این پل زیر گذر رو زدن، چند تا دخترای ما رو، زنای ما رو، مردای ما رو لختشون کردن، صدمه بهشون زدن. بزن بده. که هر پاک نداره رنگی واسه تو من میدونم قسم چشمام میکنه بارا میباره خوب میدونم یه بار. خب به نظر شما آیا شرکت شما در انتخابات میتونه سرنوشت ساز باشه براتون یا اینکه نه مهم نیست؟ زیاد مهم نیست. بعد خطر تصادفشون چون بالا دید نداره اصلا. این پیچی که شما میپیچی دست چپ یا راست نمیدونی وقتی راست میشن کدوم ور باید بپیچی. شغل همسرتون چیه؟ یه کفاش کارگر که هفته یه دفعه میاد خونه. هم میدونن بخواین بدونی. شنبه میره شب جمعه میاد خونه. این هزینه سنگین تعمیر یا تعویض لوازم منزل در کنار هزینه سنگین دیگه فکر میکنید که آیا میتونید شما طاقت بیارید یا خیر؟ نه نمیتونیم طاقت بیاریم. چجوری طاقت بیاریم؟ بله ما بچه‌هامون وقتی که میخوان برن صبح سر کار وقتی که در میان بیرون بالاخره این ور تیر اون ور تیر پشت دیوار پشت ماشینایی که پارک شده مال مسافرین هستن اینا همه در حال ادرار هستن دارن ادرار میکنن شباشون کشیدن پایین به هر حال ما هم بچه‌هامون بعد اونجا هم واسطیم بعد مردم همونجور میزنن تو خانه‌ها میرن اصلا چیزام رعایت نمیکنن یه ببخشیدم که نمیگن همینجور. حالا الان که یکی دو روز آرامتره ولی واقعا حالا من زن و بچه‌م که اینجا نیستن حالا البته همه اینا که هستن خواهر و زن و بچه ما هستن فرق نمیکنه.